اگر تمایل دارید دایره المعارفی از فرهنگ و آداب رسوم مردم خوزستان رو داشته باشید، پیشنهاد میکنم کتاب بین ما یک رودخانه بود اثر آقای محمد باقر اصلیان رو بخوانید و به این قسمت از برنامه شنوبین که گپ و گفتی داریم با ایشون توجه بکنید. سلام، به شنوبین خوش آمدید. رمان‌ها خیلی وقتها برای یادآوری نکات تاریخی هستند، گاهی اوقات برای به یاد آوردن ساختارهای درست یا اشتباه اجتماعی، سیاسی و خیلی اتفاقات این چنینی هستند و حتما برای سرگرمی نوشته نشدند. رمان بین ما یک رودخانه بود از محمد باقر اصلیان یکی از کتاب‌های رمان بسیار جذابی بود که من خیلی دوستش داشتم و خیلی هم به دوستان پیشنهاد میدادم و اونها با من هم فکر بودن و با این کتاب ارتباط خیلی خوبی داشتن. لذا تصمیم گرفتیم در این قسمت از شنوبین در خدمت آقای محمد باقر اصلیان باشیم، نویسنده. آقای اصلیان خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه. خیلی خوشحالم که سعادتی پیش اومد در خدمت شما باشم. سلامت باشید. متشکرم، ممنونم از شما بابت این کتاب خوب. یه سوال بپرسم، نویسنده وقتی میبینن کتابشون این شکلی مثلا این ورق شد اینا ناراحت میشن یا خوشحال میشن؟ من که خوشحال شدم. احساس کردم خیلی خونده شده. خیلی خونده شده. سلام، واقعا همین بود. این کتاب خیلی خونده شد و هم خود من فکر میکنم 2 بار خوندمش، 2 مرتبه برای برخورد 2 تا تاریخ مختلف و قبل از برنامه هم 1 مرتبه دیگه مرورش کردیم و که بتونیم خدمتتون باشیم. شما غیر از این کتاب فکر می‌کنم تخصص بیشترتون کتاب‌های کوتاه، داستان کوتاه نوشتید. بله، داستان قبل از اون داستان کوتاه می‌نوشتم. این اولین رمانی هست که نوشتم. اون داستان کوتاهتون یکیشون یه اسم عجیب غریبی داشت، خاطرمه نتونستم هیچ حفظش کنم. چی اسمش بود؟ اولین مجموعه داستان اسمش بود شوچخین. شوچخین؟ بله. شوچخین. بعد کجایی این اسم؟ هیچ جایی. من درآوردی اسم یکی از شخصیت‌های داستانه. شوچخین. من درآوردی یعنی در واقع تمام شخصیت‌های اون داستان این شکلی هستن، یعنی مال جایی نیستن. جغرافیا مشخص نیست توی داستان. برعکس این کتابتون که دقیقاً نقطه مشخصی رو داره. آره. شوچخین. آره، من اول فکر می‌کردم مثلا اسم بلوچ یا خارجی، مثلا روس، چینی، همچین چیزی باشه. درسته. آره، شوچخین. و غیر از اون یک کتاب مجموعه هم داشتیم، مجموعه هزینه گفتگو. هزینه گفتگو هم که توسط انتشارات سیب سرخ منتشر شد. و این کتابتون البته نونوشت این یکی رو کار کرده. آره. خب داستان یک خانومه، یک دختر خانومه که در کشور عراق زندگی میکنه، یک روستایی به اسم ابو خصیب، درسته؟ بله. و این در یک مرحله‌ای عاشق میشه، با یک پسری در واقع دیدار میکنه و اون احساس متقابل بینشون شکل میگیره. خانواده‌اش با ازدواج مخالفت میکنن، به ضرورت شغل پدر از اون شهر در واقع مهاجرت میکنن به شهر دیگه. بارها و بارها در معرض عشق قرار میگیره، اما همیشه اون پسر اولیه رو تو ذهنش میمونه و هر کس شبیه اون بود رو دوست می‌داشت و سرنوشت اون رو به ایران میاره. در واقع میشه همسر دوم یکی از بزرگان و در روستای شنه و سرنوشتشون به جنگ ختم میشه و جنگ زدگی، آوارگی در منطقه شادگان هم میرن و نهایتاً برمیگرده و جنگ هم تمام میشه و راهها باز میشه و اینا هم میرن با پسر آخرش که اسمش رو هم به یاد عشق اولش خالد گذاشته بود، میرن سرزمین در واقع مادریشون و اونجا هم به هر حال یک دوری میزنن و برمیگردن. این کلیتی از داستانی که ما باش مواجه هستیم. من یه سوال بپرسم، خالد من رو یاد همسایه ها انداخت، تعمدن اسم خالد رو انتخاب کردین؟ آره، عمدی هست، یعنی چون معنیش جاودان هست. یعنی این اسم این عشق جاودانه جاودان بود. پس ربطی به همسایه ها و محمود جاوید نام نداره؟ نه، منظورم از جاودانگی بود. آیه اصلیان، این داستان یک واقعیت تاریخی داره؟ یعنی اتفاق افتاده، نقل شده، بعد شما شنیدین، شاخ و برگش دادین، داستان رمانش کردین یا نه؟ بله، من یه توضیح طولانی بدم در این رابطه. ببینید، اولین نکته‌ای که نویسنده و مهمترین نکته
که نویسنده اون رو آموزش میبینه و بهش میگن این که نویسنده باید چشمهای بینا و گوشهای شنوایی داشته باشه. بله. چرا؟ چون حتما به شنیده ها و دیده هاش احتیاج پیدا میکنه که توی ادبیات داستانی اونها رو بیاره به کار ببره. و این مجموعه دیده ها و شنیده ها تجربه زیسته است. بنابراین به نظر من هیچ داستانی حتی اگر رئال هم نباشه نمیتونه اجتناب ناپذیر هست که واقعیاتی که توی زندگی هست رو بیاریم توی داستان. این اجتناب ناپذیره. اما برای اینکه جذابیت داشته باشه اینایی که ما میاریم توی داستان، به اونها شاخ و برگ میدیم، پر و بال میدیم که جذابیت داشته باشن. انگار که واقعیت زندگی جذاب نیست، باید به ادبیات اونها رو بیاراییم. و یکی از مهمترین ویژگی های رمان هم نقل تاریخه. این ویژگی باعث میشه که رمان از سطح سرگرم کنندگی به سطح دادن آگاهی و اطلاعات برسه. پس اون برداشت اولیه من درست بود در مورد رمان. احسنت. آره اینطور هست که ما خیلی مهم هست که تاریخ رو بدونیم، در مورد گذشتگان بدونیم و در واقع ما واقعیاتی رو در معرض وجدان عمومی قرار میدیم که اونها فکر کنن و قضاوت بکنن. الان داستان ما داستان یک زن هست. شاید یک گروهی بخواد تحقیق بکنه که چرا ما یعنی توی این جغرافیا و با وجود میلیون ها زن چرا یک مادام کوری نداریم؟ چرا اصلا توی این جغرافیات تعداد زنانی که خیلی پیشرفت کردن، تعداد دانشمندان، هنرمندان و غیره کمتر از مردها هست؟ خب این نسبت برای بقیه جوامع هم همینطور یا نه؟ برای کی؟ برای بقیه جوامع هم همین شکل، صرفا به جامعه ما مربوط نمیشه. کلیت قضیه رو میفرمایین دیگه. نه من دارم در مورد این منطقه صحبت میکنم. اینجا فاصله بیشتره، فکر کنم فاصله بسیار بیشتر هست. ممکنه. بله. خب حالا توی این تحقیق ما میایم باید ببینیم که این زن چه زندگی رو طی کرده، چه تاریخی رو طی کرده، از کجا اومده. ببینید اکثر مواقع مسائل تاریخی توی جلد ما میمونه، توی وجود ما میمونه. حتی ضمیر ناخودآگاه ما از تاریخ هم پر میشه به وسیله وراثت. اصلا همین الان ما رفتارهایی رو داریم که متعلق به عصر غارنشینیه. مثلا در زمان غارنشینی وقتی یک خانواده میخواستن وارد غار بشن، همه میرفتن داخل، آخرین نفر مرده که میرفت داخل، چون بعد از همه میره، قبل از اینکه وارد بشه باید دور و اطراف رو نگاه بکنه، ببینه که یک موجود وحشی در کمین ننشسته باشه، یعنی اون و زندگی اونها رو به خطر بندازه. اون آخرین نفره که میره تو. ما تا الان هم اینطور هست. یعنی وقتی الان که تو زندگی آپارتمان نشینی و با این همه امنیت، مرد آخرین نفره که وارد میشه. بنابراین یک جایی باید رمان بیاد و بگه بس دیگه، این باید یک تغییر ایجاد بشه. ببینید زن توی این رمان چه زندگی رو طی کرده. در این شخصیت رمان شما ماجده، و این ماجده که توی این داستان هست فقط ماجده نیست، بلکه ماجده های بسیار بسیار زیادی هستن که در یک زمانی با این تفکر و با این خیال که ما فقط میریم اون ور رودخونه زندگی بکنیم و هر وقت دلمون خواست بر میگردیم و ارتباطات خودمون رو، اصلا اتفاقی نیفتاده، انگار ما جای دوری نرفتیم. یعنی خانومی که از بصره میاد خرمشهر شاید براش نزدیکتر باشه از اینکه بره بغداد یا یه شهر دیگه. بله. خب و بعد یهو مرزها بسته میشه و این فاصله
عرض رودخانه چند ساعته تبدیل میشه به یک دهه مثلا. آره نه 4 دهه. از دهه 40 یعنی از زمان شاه مرزها بسته شد. 2003 حالا جنگ شد و بازم باز نشد ها مرزها، اینا قاچاقی دیگه رفتن. خب من این زنها رو میشناسم، با خیلی هاشون صحبت کردم، خیلی هاشون رو دیدم. اکثر اونها و شاید تمام اونها یک صفت مشترک دارن. چی؟ افسردن. اونا زندگی کردن، بچه آوردن، شوهرداری کردن و به خیابانها و به اون جو عادت کردن، ولی ناراحتن. اونا احساس میکنن گول خوردن. اینجور من برداشت کردم. احساس میکنن که اونا اومدن فقط اون ور رودخونه، ولی بعد اینطور نشد دیگه، نتونستن برگردن. چند دهه بعد توی اون زمان، یعنی قبل از جنگ آمریکا و عراق، اصلا کسی هم جرأت نمی کرد بگه من تو ایران فامیل دارم. یعنی حتی اگر اینا با کاروان‌های زیارتی میرفتن اونجا بگن که ما بچه شماییم، اونا منکر میشدن. خود اینایی که اینجا هستن هم میشناسن صدام رو، حزب بعث رو به خوبی میشناسن و میدونن که نباید از این سوتی ها بدن و هیچ دید و بازدیدی نشد تقریبا 40 سال تا 2003. آره تا 2003. بعد این اتفاق فقط یک طرفه بود، یعنی همش خرمشهری ها میرفتن از اون ور زن میگرفتن. من نمیشناسم زنی که از اینجا رفته باشه اونجا. خب بعد مسئله اینه که یعنی اینکه زنان، نمیدونم چرا اینطور شد که مردم اینجا جنوب میرفتن دوست داشتن از عراق از بصره زن بگیرن. خواستگاری شاید آسون تر بود، شاید. خب این زن چه زندگی رو طی کرده؟ یهو مرزها بسته شد. همون زمان قبل از انقلاب مرزها بسته شد و این حس غریبگی و بیگانگی از وجودش نرفت. اون به خاطر کم عقلی و شاید لج کردن با خودش و دنیا تصمیم گرفت که بیاد این طرف، بیاد خرمشهر. تصمیم گرفت به جای این که جودی اختیاری نداشت های اصلیان. نه، یک جایی پدرش ازش پرسید، بهش گفت تو داری میری، مشکلی نداری؟ خب اگرم میمون باید زن دوم پسر عموش میشد، ابو فاروق. آره تو چنین وضعیتی بود، ولی اون به جای پاک کردن مسئله، یعنی هیچ واکنشی هم نشون نداد برای اومدن به ایران. هیچ واکنشی نشون نداد و به جای اینکه مسئله صبر کنه، مسئله حل بشه، خواست که از مسئله دوری بکنه. اما اون مسئله از اون دور نشد، دنبالش اومد. آیا اصلیان جودی خیلی چیزای دیگر نتونست حل بکنه، مثل بیسوادیش رو. این بیسوادی همیشه آزارش میداد و جای خیلی قشنگ بهش اشاره کردیم. حالا یه تیکایی رو من انتخاب کرده بودم از متن، خیلی جالب بود. خب پسر مثلا یک یادداشت بهش میده، نمیتونه بخونه، یا باز بارها این اتفاق میفته واسش، این نمیتونه بخونه، همیشه هم آزارش میشه، ولی داخل تمام این فرایند هیچ وقت تلاش نکرد که خودش هم سواددار بشه. یعنی خیلی این عجیب بود. چرا هیچ تلاش در واقع شکستن اجتماع، فقط غر میزد، فقط ناراحت بود. یعنی این ساختار شکنی رو نمیکرد. چرا؟ ببینید این انگیزه من از آوردن این مسئله توی داستان، کلا من به حقوق از دست رفته این زنان این نوع جامعه، یعنی این قشر، به حقوق از دست رفتهشون اشاره می‌کردم. یکیش همین اهمیت ندادن به سواد زن. بله. خب و هر کدوم از این حقوق که از دست میداد رو نشون میدادم که چقدر بهش آسیب میرسوند. اولین نامه عاشقانه رو نتونست بخونه و بعد حتی اون نوشته پشت عکس رو هم نتونست بخونه و حتی اون یادداشت مهمی که
دعا بوده براش درست کرده بودن، اونم نتونست بخونه. آره اونم نتونست بخونه تا به عمق فاجعه پی ببره، نمیتونست بخونه. مثل چی بود؟ یعنی انگار که دست و پا بسته بود و خیلی از حقایق رو چه زیبا باشن و چه زشت اونها رو نتونست بخونه و درک بکنه. خیلی فضاش فضای مرد ستیزی نبود، فضای کتاب. مثلا پدرش رو دوست داشت اما ازش هم ناراحت بود، پدرش اونو محروم کرده بود. پدر اون خالد رو دوست نداشت چون که به خاطر بیسوادش قبول نکرد کاپیتان کشتی بود، این شبه خالد با خالد ازدواج بکنه، با اون پسر ازدواج بکنه. و جاهای دیگه مثلا نگاه و یک رفتار خشن مرد سالاره رو میخواست بگه. یه جایی هم حالا من یادداشت کرده بودم میگه که زندگی نامرده، زندگی شاید مرده. همچین چیزی میگه در راه با خود فکر کرد زندگی نامرد است، شاید هم مرد باشد، مردی خودخواه مستبد و بی‌عاطفه. این فضا رو من با توجه به این قرائن همش احساس میکردم ممکنه این فضا فضایی باشه که تجربه شده مثلا زیست. بله ما مثلا موضوعات مختلفی داخل جامعه داریم که بر اساس باوری میگن دختر عمو برای پسر عموش باید باشه و این روابط رو میبینیم. میدونیم که خیلی از بچه‌ها ممکنه بازمانده از تحصیل باشن، خصوصا دختران داخل یک سری در واقع خانواده‌ها با توجه به فکر و فرهنگ و رفتارهای خاص خودشون و یک رفتارهای این چنین رو میبینیم. مثلا مزیت ماجده این میخواست باشه که پسر بیاره. یک جای اول داستان وقتی که حالا اول داستان نه، وقتی که ماجده میاد خرمشهر و بغلش میکنن، یه جای شما گفتین که همچین با آب و تاب مثلا زنای خانواده دور ماجده بودن، انگاری پسر اسمش چی بود؟ حاج احمد مثلا متولد شده. یعنی ماجده نیست، ماجده میتونه مادر پسر حاج احمد باشه. یعنی اصلا خودش هیچ وجودی نداره. درست. و این ساختارها رو من میبینم بله داخل جامعه وجود داره، ولی همش تو ذهنم بود که شاید یک مورد خاصی بوده که شما روی این کیس مثلا کار کرده بودین و مثلا از اونور اومده بود به این سمت. روستایی رو آوردین ابو خصیب، این که مثل اون اسم داستان کوتاه واقعی بله. واقعی و خودتون هم تشریف بردین؟ من نه، ولی در موردش خیلی تحقیق کردم، خیلی پرسجو کردم، برای من توصیفش کردن. بعد حتی یک جایی به من گفتن که شما داری شنه رو توصیف میکنی. بله. ابوالخصیبم به همون شکل، اونم شبیه بهشته. آره باید حواست باشه که اونو ندیدی فکر نکن جنه، ولی ابوالخصیب هیچ وقت جنه نشد داخل داستان. یک جا خود جودی هم با خودش میگه که اینا میگن شنه جنه، نه ابوالخصیب جنه. آره بعد اینا هم قافیه هم نیستن، یعنی زورکی میخواد که ببین اینا اشاره های وطن پرستانه است. درسته. ما برگردیم به اون موضوع مرد ستیزی و اینهایی که گفتیم و اون موضوع که این وقتی وارد شنه شد اینا استقبالشون انگار از یک بچه کوچولو بوده، از یک پسر بوده که این حاملشه. ببین جودی درسته که بی سواده ولی روحیه معترضی داره و همچنین روحیه پیشرفت داره. اون بی سواده و توی یک خانواده خیلی معمولی و حتی ممکنه فقیر هم داره زندگی میکنه، ولی فرانسه رو دوست داره. چرا؟ چون شهر عاشقاست، چون شهر عاشقاست و در نهایت آزادی توش هست. بله. اینکه اون آزاده. و بعد میره توی خونه ایمن، خانواده‌شو میبینه، بعد نگاهی میکنه به دفتر و قلم و آزادی این فوزیه که هر وقت دلش میخواد میتونه از خونه بره بیرون بخنده تو بازار. آره بخنده و موهاش فرفریه و لباساش اینجوری هن. اون نگاه حسرت آمیز داره، با حسرت نگاه میکنه و وقتی ماجرای ایمن پیش اومد
اون اینجوری احساس میکرد که سوار یک سفینه میشه و از این جهان بیرون میره، به یک جهان دیگه میره و از شر این جهان خلاص میشه. این جهانی که پیشرفتی توش نیست، آزادی توش نیست، فرانسه ای توش نیست، یعنی حال این فرانسه و اون جو توش نیست. احساس کرده که به اون خانواده متعلق هست، اون خانواده میتونست نجاتش بده. درست. بعد وقتی میاد که توی شنه و اونجوری ازش استقبال میکنن، خیلی جالب هست، انگار که زنها هم این رو پذیرفتن که این اگر پسر بیاره بهتره. چرا اینجوریه؟ میدونید توی این جامعه همیشه مردها مدیر بودن، زنها کارگر. اصلا زن به دنیا میاد که یک دوران کودکی و نوجوانی رو طی بکنه و وقتی ازدواج میکنه انگار رفته سر کار. اون دیگه سر کارش با پختن و شستن و بچه به دنیا آوردن و مراقب بچه بودن و بچه بزرگ کردن و بهش غذا دادن و به بقیه هم خدمات میده. 24 ساعت شبانه روز هم کارش همینه و در مورد این زندگی تصمیم گیرنده نهایی مرده، اون مدیره و این کارگر. بنابراین حتی زنها هم این سرنوشت رو دیدن و درک کردن و پذیرفتن. بنابراین میخوان بچه‌ای که به دنیا میاد، یعنی خود اون زنها هم اینطوری هستن، دوستان وقتی بچه به دنیا میارن پسر باشه که پایگاه اجتماعیشون رو صفر کنه، که مدیر باشه نه کارگر، که به سرنوشت اونها دوچار نشه. و این خیلی فاجعه است که زنها هم به این نتیجه میرسن یا زن دومی، زن بعدی پشت سرشون نیاد، پسر داره دیگه، دختر داشته باشه پس مجاز هست مرد داره زن بگیره. پس مرد میتونه تصمیم بگیره که کارخانه بچه سازیش رو عوض بکنه. یعنی شما میگید مرد ستیز، ولی واقعا این چیزها هستن. خیلی حاج احمد میگفت زن اولمو دوست ندارم، به زور بهم دادن چون فامیلمون بود. یعنی همون اتفاقی که برای ابو فاروق و وجودی ممکن بود. این جزئیات من اشاره میکنم. ساختار اجتماعی رو خیلی به چالش کشیده بودیم. همه رو به چالش کشیدم که ساختار فرهنگ رو، اشتباهات فرهنگی رو جز به جز سعی کردم بیارم برای اینکه آیندگان این رو که میخونن همون ویژگی تاریخی رمان رو که عرض کردم رو به جا بیاره، که ما از اینها درس بگیریم، اینها یعنی تحقیقی بشه که این موارد که اشکالات هستن چجوری میشه اینها رو برداشت. مثل رمان عمو توم، اون چی رو میگفت؟ یک جمله رو میگفت: بردگی کار اشتباهی است و باید برداشته شود. کل این کتاب، این داستان همینه. بردگی و بردهداری کار غلطی است و باید برداشته شود. منم میخوام تو این رمان این رو میگم که این همه ایراد و اشکال توی این جامعه اینجایی هست، توی این فرهنگ هست، ما میخوایم که برداشته بشه. خیلی عوض شده آقای اصلیان، خیلی تعدیل شده، خیلی اشتباهات رفع شده، قبول دارین دیگه. یعنی فضای مثلا 40-50 سال پیش با امروز برای زنان منطقه قابل مقایسه نیست دیگه. آره، ولی توی روستاها چی هنوز آیا اینطور نیست؟ هنوز هم این رسم و رسوماتی که من اینجا گفتم هنوز هستن. رسم پسرمو، دخترمو، رسم. من دانش آموز خودم 12 سالشه، بعد چند وقت پیش اومد گفتش که دیدم خوشتیپ کرده، گفتم شما خوشتیپ کردی؟ گفتش که آره رفته بودم خونه زنم، فکرم داره تیکه میندازه، مثلا میخواد شوخی کنه، مزاح کنه. بعد متوجه شدم نه، واقعا این شکلی رفته بود خونه مثلا عموشینا، میره رفته خونه زن. خب دیگه بچه پربر سجاد بشه. آره، بس ما راه زیادی رو هنوز در پیش رو داریم که باید طی بکنیم و این مسائل حل بشه. یعنی باید قبول کنن، زوری هم نیست. یعنی باید خود مردم این جامعه باید بپذیرن اینها، اگر نپذیرن اتفاقی نمیفته. دانای کل رو آوردین، 2 تا راوی داره این کتاب. یه دانای کل داره، یه شخصیت جدید هست. این دانای کل چرا همچین کاری کردین؟ چرا با این زاویه دید نگاش کردین و کارو پیش بردین؟ ببینید، من بر حسب نیاز رمان
این راوی ها رو آوردن. بله. یعنی بر حسب این که با هم کلکل هم میکنن در آره هستش. آره یعنی به خاطر تکنیک و اینکه مثلا شکل قشنگی داشته باشه فقط نیست. نیاز رمان 2 تا راوی بود. من اول رمان رو با روایت دانای کل نوشتم، بعد دیدم که این اشکال داره، لازم هست که یک جاهایی قهرمان داستان خودش حرف بزنه. یعنی خوب نبود که همش دانای کل داره این رو میگه، نه یک جاهایی لازم بود که قهرمان داستان خودش از احساساتش بگه. مثل همون مورد مرد ستیزی، شما اون رو از اول شخص شنیدی، پس جودی مرد ستیزه نه رمان. ولی دانای کل یک جاهایی از حاج احمد حمایت کرده. درسته، نشون داده که اون مثلا شما فرمودین که ساختار شکن جودی جایی مثلا ساختارا رو میشکنه. این ساختار شکنی فقط وقتی اومد خرمشهر انجام داد، تو خونه حاج احمد، تو خونه باباش که هر چی میگفتن میگفت چشم. ولی وقتی اومد خرمشهر شروع کرد که چیز کردن دیگه، مثلا مانور دادن و ساختار شکنی و کسی جرئت نداشت وقتی حاج احمد عصبانی بره داخل اتاق، این بلند میشه میره و نه نکن این کارو. ولی اونجام که بود، ولی حاج احمد هم باز کنارشون بود، اونجام یه حرکتی انجام داد وقتی عراق بود، وقتی داشتن تعریف میکردن که اون خانم که نماز میخونه فوش میده به جای کلمات نماز، و میگه شاید درست میگه. آره این میگه شاید درست میگه، شاید درستش اینه که باید جایی که به خدا اعتراض میکنه همینا. اصلا پس روحیه اعتراضیش رو داشته، ولی خب بالاخره یه ترسی هم بوده. یعنی اون روحیه اعتراضی رو از اینجا شروع شد که یهو دید که این جهان هستی چقدر زور میگه، چقدر ظلم توش هست. بله. و اون در این حرکت با این جمله به خدای جهان هستی اعتراض کرد. بله. که این میتونه خیلی عجیب باشه توی اون زمان، توی فضای بسیار بسیار مذهبی این جمله میتونه خطرناک باشه از جانب یک دختر هم، نه یک مرد. آره من دقیقا یادداشت کردم این نکته که فرموده بودین، اگه اجازه بدی من بخونم. میگه به همه دختران میزدن زیر خنده، حتی جودی وقتی بیش از هر موضوع به ام احمد خندید و گفت آره خونمونم که میومد منم چند باری توجه کردم به نماز خوندنش، چه فحش‌ها که نمیده، حتما به زودی میاد خونمون. و بعد از چند ثانیه سکوت با چهره جدی گفت یه بار بهش توجه کردم سر نماز در حالی که خیلی فحش رکیک میداد گریه هم کرد، صورتش برهش شده بود و قیافه‌ای عجیب داشت، شده بود عینهو سرنوشت، انگار سرنوشت از خدا گله میکرد با اون زبون. بعد حالا یک بهش میگه یو بوی استغفر الله، به خدا فحش میده. نفری بهش میگه یکی از بچه‌ها و جودی میگه نمیدونم، بذار فحش بده، چی کارش داریم، ما چه میدونیم، شاید کارش درست باشه. خیلی این قسمتش رو من دوست داشتم. یه جای جالبی داخل همین فضای در واقع ترسیم مظلومیت زن شما اومدین و ازدواج ابو احمد با جودی رو آوردین شبیهش کردن به یه معاهده سیاسی، معاهده بصره تهران یا خرمشهر بصره و اون فضا رو انجام دادین. من خیلی اون فضا رو دوست داشتم و قشنگ بود. یعنی یه کنایه سیاسی آورده بودین و اون شکلی انگاری که مثلا داره یک معاهده بین دو طرف درگیر اصلا داره بسته میشه. پدر و شخصیت پدر جودی هم برای من جالب بود، درگیر مال بود. یعنی علیرغم اینکه براش مهم نبود یا خیلی چیزی گیر داده بود که چرا مثلا مهریه دخترمو نمیدی و اون حسابدار بود دیگه. حسابدار بود. آره حساب و کتاب اینا کارش تو حساب و کتاب بوده و خیلی اهمیت میداد. دقیقاً با شخصیتش میخوند. آره باشه. یعنی این حرکت با شخصیت یک حسابدار میخوند که آقا ما قرارداد بستیم، تو چرا الان مثلا 2 سال گذشته چرا مثلا مهریه دخترم هنوز چرا بهش طلا ندادی؟ خیلی جالب بود برامون و من لذت بردم. در مورد فضا و مکان‌ها شما یک کار جالب، ما میدونیم که خب خیلی از اسامی که ما الان داریم اسامی هستش که نوسازی شدند. آبادان خیلی قبلتر عبادان بوده. معشور داشتیم، دورق داشتیم، محمره داشتیم که اینا تقریبا زمان
قاجار همه اینها بودن. با دوران پهلوی و رضاخانی اینها تغییر میکنن و بخشش هم این سمت. شما به این قضیه خیلی اشاره خوبی داشتید، مثلا حتی اشاره میکنیم میگیم وقتی داشتن جنگ زده شده بودن داشتن میرفتن به شادگان، منظورش همون دورقه و جایی آورده بودین. با یک تعمدی هدفتون چی بود از این قضیه؟ باز همون آموزش است که آقا این یک سابقه این شکلی داریم و ما بدونیم. ببینید اینها مردم اون شهر رو به نام دورق میشناسن. شادگان یعنی همه میگن آره دورق میگن. فامیل دورقی هم داریم دیگه. آره اصلا دورقه و حتی مردم خرمشهر هم محمره اونا هم به این شهر میگفتن دورق. این اسمش دورق. ولی شما داخل کتابتون هیچ اسم محمره رو نیاوردی. آره فقط گفتی خرمشهر. درسته. در حالی که دورق رو گفتین، شاید اگه ماشهر هم میرفت مشهور میگفتین، شاید همینا رو گفتین. چرا نگفتی خرمشهر رو؟ حالا دقیقاً یادم نیست که اون موقع چرا اینطور شد، ولی حتما با خودم فکر کردم ممکنه خواننده ندونه کجاست. آره چون الان مرکز داستان میخواست باشه اسم الانشو گفتم. ولی میخوام بگم که این مردم که بلند کردن رفتن شادگان، یعنی دورق، اونجا رو دورق میشناسن، میبینن که این رو تابلو نوشته شادگان. بنابراین رسمیت اینه، شما اون چیزی که بلد بودی، اون چیزی که تو میدونی اشتباهه. من میگم که اسم این شادگانه. رسمیت یعنی چیزی که از دولت میاد. آیا این موضوع هم یکی از مسائل به هر حال به نظر شما یکی از موضوعاتی بود که باید به چالش کشیده میشد؟ یعنی یک اشکاله یا نه صرفا فقط بیان تاریخ؟ تمام این شهرها چه ماشهر، خرمشهر، آبادان، شادگان، حتی سوسنگرد اصلا اسمش چیز دیگه ای بود. اهواز هم که ناصریه میگفتن. آره همشون دوست دارن که این اسمها برگردن به اسم سابق چون مسماتر و با معنی‌تر هستن. محمره به معنی زمینی که خاکش سرخه دیگه، درسته؟ که اصلا حتی فیلم خاک سرخ رو هم فکر میکنم بر همین اساس که ساختن، یعنی بر اساس اسم محمره که به معنی خاک سرخه. حالا جالبه خون و سرخی و خاک و همه این چیزها سرنوشت این شهر رو به هم گره زده. بسیار. یه استراحتی هم داشته باشیم الان و باز برگردیم به گفتگو.